هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. شخصی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید چه عملی در اسلام برتر است؟ فرمودند این که به دیگران غذا دهی و به آشنا و غریبه سلام کنی. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي صحب وأشرار